وقتی به ته قصه مارکس و میراثش نگاه میکنم یه حقیقت تلخ میبینم. مارکس با وعده برابری اومد، ولی چیزی که عملاً به جا گذاشت ویرانی هویت‌های ملی و سرکوب فردیت بود. تو تاریخ دیدیم که هر جا این تفکر پا گرفت چرخ پیشرفت طبیعی جامعه از حرکت وایساد و جای رفاه و ثبات رو فقر و وحشت گرفت. مارکسیسم میخواست با حذف ریشه ها یه دنیای جدید بسازه، اما حقیقت اینه که هیچ درختی بدون ریشه سبز نمیمونه. این برای من و تو ایران فقط یه بحث تئوریک نیست. ما با گوشت و پوستمون لمس کردیم که چطور ایدئولوژی‌های رادیکال داشته‌های ملی و مسیر مدرنیته ما رو به آتیش کشیدن. مارکسیسم یاد داد که باید گذشته رو ویران کرد، اما امروز میفهمیم که مسیر درست از تداوم میگذره، نه از گسست. اگه امروز دنبال راه نجات میگردیم، نباید دوباره تو چاه ایسم‌های ویرانگر بیفتیم. تجربه موفق دنیا نشون داده که آزادی و پیشرفت فقط تو سایه یه وفاق ملی و بازگشت به اصالت‌ها به دست میاد. ما امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به یه لنگرگاه مطمئن احتیاج داریم. یه نماد وحدت بخش که فراتر از دعواهای سیاسی، اعتبار و شکوه تاریخی ایران رو نمایندگی کنه. کسی که حضورش نه برای تحمیل یک ایدئولوژی، بلکه برای تضمین قانون و حفظ یکپارچگی خاکی باشه که قرن‌هاست براش جنگیدیم. درس بزرگ این تاریخ برای من اینه که برای ساختن فردا لازم نیست دنبال مدینه فاضله فیلسوفای غریبه بگردیم. کافی به هویت خودمون تکیه کنیم و پشت سر هر رهبری وایسیم که نگاش به جای تخریب روی بازسازی و عزت دوباره این مرز و بوم متمرکزه. ایرانی که توش هویت ملی بالاتر از هر مرام و مسلکی قرار میگیره. اگه از این ویدیو خوشت اومد لطفاً لایک و سابسکرایب یادت نره. ولی مهمتر از همه یه سوال واقعی از خودت بپرس. فقط یک. تا ویدیوی بعد ذهنت رو باز نگه دار، چون ذهن باز مسیر آزادیه.